به نام خدا. سلام، خوش اومدیم به این ویدیو. امروز تو این ویدیو میخوام آموزش قرار دادن سایسکراب روی ویدیو رو به شما آموزش بدم. برای این کار وارد برنامه اینشاد میشیم. یکی از بهترین و پرکاربردترین برنامه ادیت. وارد این برنامه میشیم و روی بخش ویدیو میزنیم و ویدیو مورد نظر خودمون رو انتخاب میکنیم. مثلا من این ویدیو رو انتخاب میکنم. بعد میام توی این بخش. این بالا میبینیم یه بخش آلبوم داره، یه بخش ماده. روی بخش ماده میزنم. بعد میام تو بخش اجتماعی. این بخش من میبینیم که اینجا چند نوع سایسکراب داره. من این سایسکراب به عنوان مثال انتخاب میکنم و میام در بخش برش این قسمت رو و فلش رو روی قسمت رنگ سبز قرار میدم. تایید رو میزنم. بله، الان متوجه کنیم که سایسکراب روی ویدیو. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. ویدیو رو حتما لایک کنید، سابسکرایب کنید، کامنت هم یادتون نره. با امید دیدار.